خب سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از آموزش فوتبال منیجر و ام، این قسمت سوم هستش. اگه قسمت های قبلی رو ندیدین حتما بریم ببینین، چون آموزش اولیه رو اونجا شروع کردیم ما که پیج اولیه، صفحه اولیه بازی و کاری که لازمه توی این صفحه انجام بشه برای انتخاب لیگ ها و چیزهای مختلف. و تو قسمت قبلی هم ما رفتیم به سراغ اسکواد تیم، شرایط تیم و داستانهای مختلفی که تو قسمت قبلی بهش پرداخته بودیم، با بخش درمانی باشگاه، تمرینات و یکی از مهمترین نقاط که عرض کردم اسکواد تیم، بازیکنهای تیم و همینطور استف یا کادر فنیتون و کادر غیر فنیتون، کادری که کلا باهاتون کار میکنه آشنا شدیم. خب تو این قسمت که خیلی قسمت مهمی و ازتون میخوام که دقت بیشتری بکنید تو بخش تاکتیک هستش که خب خیلی قسمت مهمیه قطعا. و ما اینجا الان باید وارد این بخش میشیم که با تاکتیک ها و نحوه چینش و کارهایی که میتونین انجام بدین آشنا باید بشین. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که اگه ویدیوهای ما رو دوست داشتین و علاقه به پیج ما دارین و این بازی رو دنبال میکنین و دوست دارین، خیلی خوشحال میشیم که سابسکرایب کنین ما رو، به دوستای خودتون معرفی کنین، کامنت بذارین و لایک بکنین ویدیوها رو که خیلی کمکمون میکنه، بهمون خیلی انرژی میده که کارو با قدرت بیشتری بدیم و ادامه داشته باشه. خب بگذاریم این صحبت ها و بریم وارد آموزش هامون و بازی بشیم. قبل از اینکه وارد تاکتیک بشیم من یه بار دیگه وارد اسکواد میشم. شما وقتی که وارد این قسمت میشین، همونجوری که قسمت قبلی عرض کردم، با بازیکناتون آشنا میشین، چه بازیکنی در چه پستایی دارین و وضعیت تیمتون به چه صورت هستش. معمولا من کاری که خودم انجام میدم اینه که اول یه بررسی کلی و اولیه، حالا نه خیلی جدی و خیلی عمیق، ولی بررسی سطحی انجام میدم برای شروع چینش بازیکن‌ها و تاکتیکامون، که نگاه میکنم چه بازیکن‌هایی دارم و این بازیکن‌ها در چه پست‌های بهترین وضعیت رو دارن، یعنی در بست پوزیشنشون در چه وضعیتی هستش، در چه رولی بهترین نقش رو میتونن ایفا کنن برای تیم من. مثلا برای دفاع می‌بینیم ما الان دو تا دفاع راست داریم که خب اسماعیلی فر و فرجی هستن و خب طبق آشنایی که داریم خب اسماعیلی فر قاعدتا از فرجی بهتره و دفاع خب به تعداد مناسبی 5 تا دفاع داریم، یعنی کفایت میکنه فعلا، به صورت موقتی این فعلا کافیه برامون. دروازه‌بان یه دونه داریم که بیراونده و دروازه‌بان ذخیره نداریم. هافک دفاعی خوب داریم، هافک های وسط داریم که به صورت بازی ساز تقریبا میتونن انجام بدن. البته اینا خب در پست‌های مختلف بازی میکنن، مثلا سینا اسدبیگی که پستی که بهتر بازی میکنه هافک دفاعی هستش، ولی میتونه هافک وسط هم بازی کنه، ولی تمرکز اصلیش روی هافک دفاعی هست و بیشترین کارایی رو داره. مثلا سروش رفیعی هافک وسط بهتریه و اینجا رولی که بازی میکنن رو بهتون نشون میده که حالا با اینا رولا هم آشنا میشیم، چون خب این نکات هم خیلی مهمه در چینش بازیکناتون. و نگاه میکنین در چه پستای بازیکن بیشتر دارین، کمتر دارین. خب مثلا میبینید الان ما وینگرهای هجومی خوبی داریم و میتونیم روی وینگرها سرمایه گذاری کنیم و فکر کنیم روشون که برای چینش ترکیبمون. هافک تهاجمی یا پشت مهاجم خیلی قوی و تعداد زیادی، عمق اسکواد زیاد خوبی نداریم. وحید امیری هست، البته در کنارش میبینیم که آلیشا و ترابی هم میتونن این پست رو بازی کنن، ولی ترجیحشون هافک چپ هستش، همونجوری که تو واقعیت هم خب میبینید که بیشتر اون سمت دارن بازی میکنن. و بازیکن دیگه هم هستن که بیشتر اینا، مثلا صادقی، عمری و حاجی زاده، بازیکنایی هستن که وینگر راست رو بهتر بازی میکنن. پس زیاد تو قسمت هافک تهاجمی و پشت مهاجم ما عمق اسکواد نداریم، پس اینو باید در نظر بگیریم. دو تا مهاجم داریم که الان در ترکیبمون هستن، پس با توجه به اینها ما باید بریم تاکتیک رو درست کنیم. البته یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، شما تو قسمت ترانسفر که میرین، اگه بازیکنی قراره به اسکواد شما اضافه بشه، همونجوری که توی قسمت اسکواد گفتم خدمتتون، مثلا میبینید ترانسفر ارنج شده، مثلا میلاد سرلک در ژانویه قرار است ما جدا بشه، مشخص شده، و همینطور مهدی عبدی هم که در چند روز در ماه آینده قرار است اون جدا بشه.
بر همین اساس شما تو ترانسفرتون هم دارین قضیه رو که چی، که چه بازیکنهایی چه تغییراتی قرار انجام بدن. این تمامشون نشون میده این کسایی که قرار وارد ترکیبتون بشن و این بازیکنایی که قرار از تیمتون خارج بشن. که همونجور میبینین مهدی عبدی هستش، میلاد سرلک هستش و این آرش هاشمی هم داره میره به پیکان به پیونده. حالا با این ذکر نه تو ترکیبمون هم نبود اصلا، مهم نیست. ولی میبینید که دفاعاتون یه عبدالکریم حسن داره ژانویه بهتون اضافه میشه، خب از 6 ماه دیگه است نمیشه روش حساب کرد. ولی مثلا یاسین سلمانی در یک ماه آینده قرار به ترکیبتون اضافه بشه و استون اورونوف هم قرار در برج 2 یا هم فوریه سال بعد بهتون اضافه بشه. مهاجم ها هم عیسی الکثیر در ژانویه، نبیل باهویی 2 ماه دیگه تقریبا و ابوالفضل بابایی هم که توی برج بابایی یکتا با اون ابوالفضل بابایی فرق میکنه، بازیکن استقلال در برج 2 یا فوریه قرار بهتون اضافه بشه. پس با این وضعیت یه یاسین سلمانی هستش که جدید قرار به اون اضافه بشه توی این نقل و انتقالات و اوایل فصل و یه نبیل باهویی که این مهاجم هستش و یاسین سلمانی که خب هافک. حالا وارد قسمت تاکتیکا میشیم. میبینین که استایل بازیتون رو اول از همه چی باید انتخاب کنین که چه استایلی رو میخواین در نظر بگیرین. کنترل پوزیشن یا حفظ کردن موقعیت توپ، گگن پرسینگ که بیشتر خب با بازی های یورگن کلوپ باش آشنا هستیم و میبینیم بازیاشو. تیکی تاکا، تیکی تاکای به صورت افقی یا به صورت عمقی منظور بیشتر. وینگ پلی یا بازی در کناره ها و وینگرها یا هافبک های کنار رو این مدلی بازی کردن، بیشتر رو سانتر و اینا منظورش انجام میشه. روتفان هم بیشتر حالت بازی که مثلا ضد حمله طور یا بازی مستقیم، اینجوری بگم بازی مستقیم انجام میده این روتفان. فلوید کانتر اتک هم که خب ضد حمله است ولی به صورت مثلا متغیره، یعنی مثلا اینجوری نیست که یه مدل ثابت داشته باشه، بازیکن‌ها بیشتر به عهده خودشون گذاشته میشه که مثلا از خلاقیتشون استفاده کنن. دایرکت کانتر اتک هم که مستقیما وارد ضد حمله شدن دفاع و مستقیم ضد حمله طبق یه اصولی که بهشون ترشون تعیین میکنه. کاتاناچو هم که خب با خاطر فوتبال ایتالیایی اسمش روش مونده، این سبک بازی که بیشتر سبک دفاعی هستش که دفاع خیلی مستحکم و ساختار خوب و حمله های کم تعداد و روی کورنرها و ضربات ایستگاهی بیشتر تمرکز داره. پارک دواس هم که خب کاملا دفاعیه و کاملا دفاع رو چیدنه. یه قسمت دیگه هم داریم که میتونید خودتون با استایلی که مد نظرتونه تیمو بچینید و خب این دیگه کاملا دست خودتونه. این استایلی که انتخاب میکنین روی نوع بازی و بازیکناتون و تفکرشون نسبت به بازی هم خیلی تاثیر داره. پس این قسمت رو باید با توجه به سیستمتون بچینید. حالا چجوری میتونید این کارو بکنید؟ مثلا حالا پرسپولیس رو شما باشه ممکنه یه آشنایی داشته باشین ولی یه سری تیم‌ها رو ممکن انتخاب کنید که اصلا با بازیکنش آشنایی خاصی نداشته باشه و ندونید چه نکات قوت و ضعفی دارن. برای مثلا تیم شما مربی که الان هست دستیارتون یعنی اسمار بهتون اومده یه سری استایلا رو پیشنهاد داده با توجه به چی؟ با توجه به بازیکن هایی که شما دارین و آشناییشون با ترکیب ها و استایل های مختلفی که میشه بازی کرد. خب بازیکن ها در قدیم بازیکن های تیم های دیگه بودن یا با تیم خودتون بازی کردن و مربیای مختلفی کار کردن، با یه سری ترکیب ها و استایل بازی ها بیشتر آشنایی دارن. با توجه به اونها میاد بهتون پیشنهاد داده که مثلا گگن پرسینگ یا ورتیکال تیک تاکا یا روتوان انتخاب کنید. حالا من خودم بیشتر سعی میکنم از گگن پرسینگ استفاده کنم یا وینگ پلی. حالا ما میریم بر اساس گگن پرسینگ میریم جلو که پیشنهاد اسمار هم هست بهمون. اینو که انتخاب میکنین میاد بهتون استایل بازی رو نشون میده که مثلا به چه نحوی قرار شما بازی بکنین. که مثلا این آبی شما هستین و تیم قرمز میبینید فشاری که بازیکناتون در هر نقطه ممکنه وارد بکنن، به چه سبک فشار وارد میکنن، به چه سبک توپ میچرخونن. یه توضیح کلی راجع به گگن پرسینگ میده. منتالیتی یا ذهنیت بازیکناتون پوزتیوه. یعنی چی؟ چند مدل منتالیتی داریم آخه. یه مدل مثلا کاملا دفاعی، بالانس، کاشس داره که حالت بیشتر برای ضد حمله به دردتون میخوره. یه دونه بالانس داره که خب مشخصه.
بعد از اون پازیتیوه که یه ذره رو به جلوه، بعد اتکینگ داره که حمله ایه و خیلی حمله ای هم داره که با شدت بیشتری مثلا موقع که عقبین یا دقایق آخر بازی میخواین گل پیروزی رو بزنین یا چیزا اینجوری میتونین موقع تغییر بدین و بازیکناتون رو با توجه به اون حالا نوع حرکتاشون رو تغییر میده، میتونین تغییر بدین یعنی. و این سری توضیحات داره که تو وقتی دستتونه در چه حالتی هستش که میبینه میگه به عمق پاس میدن، از دفاع بازی رو شروع میکنن و پاس میدن، شروع میکنن بازی رو و تمپو بازیتون هم خیلی بالاه. توی ترانزیشن وقتی که تو با دست میدین چجوریه؟ ضربات کوتاه، پاسای کوتاه برای دروازه‌بانتون البته، توپو به البته منظور موقع دست دادن هم اونه، هم موقعی که شما توپو به دست آوردین چی کار میخواین بکنین، هم از دست دادن موقعیت هم به دست آوردن موقعیت، یعنی توپ شیفت میشه، بازی فاز بازی عوض که میشه. دروازه‌بانتون پاسای کوتاه میده، مثلا به توپو به دفاعی وسطتون میسپاره و پرستون و کانتر پرستون رو مشخص کرده که چه صورته. وقتی توپو از دست میدین خط دفاعی بالایی دارین، پرس زیادی انجام میدین که بیشتر مواقع این کار رو انجام با پرس زیاد انجام میدین، نمیذارین دروازه‌بان پاسهای کوتاه با دفاعش کار کنه و شروع کنه و دفاعاتون هم بیشتر میان جلو که توپو قطع بکنن. این چیزی که توضیحات کلی بازیه برای گیگ پرسی و پیشفرض بازی. حالا شما میتونین اینا رو تغییر بدین البته. خب حالا میگه فرمیشنتون انتخاب کنین. پیشنهاد اسمار باز اینجا میبینید که این علامت لایک یا شستی که گذاشته یعنی پیشنهاد مربیتونه، مربی دستیارتونه که چه پیشنهادی میکنه. میگه با توجه به بازیکن‌ها و آشناییشون میگه 4-2-4 بهتره، ولی من خودم به نظرم یه جورایی 4-4-2 حساب میشه، ولی این یه مشکلاتی داره که اینجا تو این فضاها، تو این قسمت وسط زمین شما خیلی فضای خالی دارین و باعث میشه تیم حریف خیلی توپ اینجا به دست بیاره و بتونه راحت بهتون حمله کنه. البته شما خب دو تا هافک دفاعی دارین، دفاعتون هم خب هست، ولی خب بازی در میانه میدان بیشتر در اختیار حریف قرار میگیره، ولی خب فشار بیشتری میتونین به دفاع حریف بیارین و بیشتر فشار بهش وارد کنین. حالا 4-2-3-1 هم هست که میبینین پشت مهاجم بازیکن داره که ما گفتیم اونجا توی اسکواد که خیلی بازیکنی تو این پست که قوی باشه نداریم. میایم 4-3-3 به نظر من با توجه به تیم پرسپولیس الان شرایط خوبیه، بازیکن خوبی داره، چون مهاجم هم کم داریم الان و دو تا کلا مهاجم داریم که یکیشون هم چند ماه دیگه داره میره. فعلا با یک مهاجم ما میتونیم کارمون رو پیش ببریم. پس من حالا اینو انتخاب میکنم دیگه، اون سلیقه خودتونه، میتونه حتی پوزیشن های دیگری هم انتخاب بکنین که مثلا به چه صورت مثلا پوزیشن دیگر، مثلا من دوباره که پرسینگ رو انتخاب کردم میگه که پوزیشن دیگه هم هستن که 4 دفاعه، 5 دفاعه و 3 دفاع هم 3-4-3 داره کلا، که حالا اون واسه شما میتونید خودتون باز جای بازیکن‌ها رو تغییر بدید، ولی باز همون 4-3-3 رو ما ادامه میدیم. خب وارد این قسمت میشین، ترکیب چیدنتونه که چجوری میخواین این کار رو انجام بدین، پوزیشنایی که بازیکن‌ها قرار بازی کنن، یعنی رولایی که قرار بازی کنن، جایی که قرار دارن، میبینی یه هافک دفاعی، دو تا هافک وسط، دفاع وسط، دفاعهای کنارتون، هافبک‌های کنارتون یا وینگراتون و مهاجم نوکتون. حالا تو این قسمت شما یه سلکشن ادوایس دارین اینجا که میاین از اسمار یا باز کسای دیگه که تو تیمتون مربیایی که هستن میتونید سوال بپرسین، نظرشون رو بپرسین که چه پیشنهادی میکنن که با کدوم ترکیب چیده بشه تیمتون. اسمار خب دستیارتونه و خب بیشتر اطلاعات داره و باید مربی قوی تری برای این پست انتخاب کنین قاعدتا نسبت به بقیه، چون خیلی نقش بیشتری داره تو تیمتون. اومده پیشنهاد داده که مثلا زاهدی مهاجمه، ترابی، عمری، اسدبگی، سرلک، حبوباتی، اسماعیلی فک، کنانی، پورعلی گنجی، احمدی و بیرانوند تو تیمتون باشن. ولی شما میتونید از این قضیه استفاده نکنید. چه جوری؟ شما میتونید بیاین خودتون دونه دونه اینا رو بچینید. خب بیرانوند ما تنها گزینمون الان بعد دروازه به خب قاعدتا بهترین گزینمون بیرانونده. اینو انتخاب میکنیم. البته یه نکته من قبلش بهتون بگم، ببینید اینجا شما وقتی روی این قسمت روی نوشته‌ای که اینجا رولی که بازیکن داره بازی میکنه کلیک میکنین، ببینین گزینه‌های مختلف داره. البته بعد از اون دو گزینه بیشتر نیست، گل کیپر و سویپر کیپر هستش که شما میتونید انتخاب کنید و بیرانوند با توجه به اطلاعاتی که ما ازش داریم میبینید که سویپر کیپرش تو حالت اتکینگش یا ساپورتش بهتره با
رول ستاره بیشتری داده. گفتم این ستاره خیلی دقت نکنیم بهشون، ولی تو این جور مباحث میتونی ازش استفاده بکنید. چرا؟ چون بهتون نشون میده که چقدر آشنایی بیشتری داره، چقدر قدرت بیشتری و چقدر توانایی بهتری داره تو اون پست. میتونید از این قضیه تو این نقطه استفاده بکنید. اینا رو حالت ساپورت میذارم، خیلی نمیخوام پشت مدافعا رو بیاد خیلی زیاد پوشش بده، چون ممکنه دروازش خالی بشه و تو گل بشه، بس پشت سرش تو گل بکنن. برای دفاع راست هافک برای وینگر راست که میبینید خودش به صورت پیش‌فرض اومده با توجه به ترکیبتون روی وینگ بک و وینگ بک گذاشته. البته شما میتونید تغییر بدین، فول بک کنین، نو نانسنس فول بک بذارین که بیشتر حالت توپ قطع کنه، زیاد خودش رو وارد فازهای مختلف بازی نمیکنه. میبینی که این قسمت هم داره نحوه ذهنیت بازیکن و مراحلی که انجام میده رو بهتون نشون میده، چه کارهایی انجام میده، در چه مناطقی بازی میکنه. کامپلیت وینگ بک هم که تمام پست‌ها رو، تمام این حالت‌ها رو با هم در مجموع داره. خیلی پیشنهاد نمی‌کنم چون بازیکن خیلی گیج میشه و خیلی نقاط مختلف می‌بینینش و نمی‌تونید روش حساب کنین، جاهای مختلف و ممکنه هر جای زمین باشه و زیاد پیشنهاد نمی‌کنم. اینورتد وینگ بک یا وینگ بک که به سمت داخل میاد و توپا رو قطع میکنه، فول بکی که به سمت داخل میاد. حالا فول بک و وینگ بک هم یه سری فرقا دارن که میبینید تو توضیحات این پایین. مثلا فول بک که انتخاب میکنم میگه مثلا فول بک یه بازیکن خیلی کلیدیه توی فوتبال مدرن، همونجوری که نقشه سنتی دفاعیشو انجام میده، میاد اوورلپ میکنه تو قسمت کناره ها تا کمک کنه به بازیکن‌های مهاجم و حالا اوورلود بسازن یا تعداد بیشتری رو در نقاط تهاجمی برای تیمتون بسازن. ما با هم وینگ بکی که خود بازی برای گیگن پرسینگ تشخیص داده و به چیده، ما با همون میریم جلو، این تغییرش نمیدم. میارم اینو. خب بهترین بازیکن رو میبینی، اسم خودمونم میدونیم اینو که خب اسماعیلی فر قطعا از فرجی بهتره و حتی از کنانی و صادقی که میتونن در این پست هم یه جورایی بازی کنن بهتره، پس قاعدتا باید اسماعیلی فر انتخاب کنیم. دفاع چپ ما یه مشکلی داریم الان که دفاع چپ خیلی قوی نداریم. دو تا بازیکن هستن، یکی علی نعمتی که خب دفاع وسط بهتریه و یه دونه احمدی که یه بازیکن جوونیه که ما داریم، میتونیم ازش استفاده کنیم. امتیازایی که داره هم خوبه، مثلا اکسلریشنش و پیسش خیلی خوبه، این شتابشه و اینم سرعتی که داره و جامپینگ ریچش خوبه، تقریبا 10 قد 1.80 داره، چپ پا هم هستش، خب خوبه اینا. هدینگش هم، هد زدن ضربات سرش هم خوبه. دیترمینیشنش میبینی هر کدوم از اینا رو اگه روش وایستین یه سری توضیحات دارن که براتون به انگلیسی نوشته شده. متاسفانه خب اگه فارسیش خیلی خوب بود نمیشه همه رو دونه دونه براتون توضیح داد، یه سخته، ولی سعی میکنم مهم هایی که برای هر پست هست رو بهتون نشون بدم. مثلا برای دفاع های کنار سرعت خب خیلی مهمه که جا نمونن از مهاجم و تکلشون باید قوی باشه تا جایی که میتونین بهترین تکل رو انتخاب کنین. اینا همشون از 20 نمره حساب میشه و اینا در نظر داشته باشین. کراس و سانت کشیدنشون خیلی مهمه که شما بازیکناتون وقتی میان به مثلا بازیکناتون اگه پستی که براشون انتخاب میکنید، رولی که براشون انتخاب میکنید به جلو تمایل دارن و به حمله کردن تمایل دارن و میان جلو برای کمک، پس باید سانت کشیدنشون هم خوب باشه که بتونن موقعیت بهتری برای مهاجماتون بسازن. کراسینگ خوبی هم داره، سرعت خوبی داره این بازیکن. دترمینیشنش هم مهمه برای وینگرها، برای وینگ بک ها، چون که اون خواستنش، اون میل به خواستنش و توپ گرفتن و کاری که ازش میخواین که انجام بده هرچی بالاتر باشه بهتره. مثلا شما اگه از بازیکن خواسته هایی دارین در طول بازی، اگه دترمینیشنش پایین باشه اون کارا رو ممکنه به نفع اصلا انجام نده یا بعضی موقع اصلا ولش کنه و پیگیری نکنه، دنبال توپ نره، به حمله اضافه نکنه، خودشو بمونه، مثلا انرژیشو جمع کنه، کار اینجوری بکنه. ولی اگه دترمینیشنش بالا باشه خیلی براتون بهتره. واسه با این توجه به این توضیحات حالا میبینی خب احمدی از نعمتی خب بهتره. برای دفاعی وسط الان روی پوزیشنی که گذاشته بال پلیینگ دیفندره، یعنی بازیکنه که بازی سازی انجام میده، با توپ بازی میکنه، نه اینکه فقط توپو دفع کنه. میبینی سنتر دیفندر داره که نقش کلاسیکش هستش که دفاع وسط، توپ دفع میکنه، توپا رو قطع میکنه، برای دفاع برای حمله سانترا میاد جلو و کار اینجوری. یه نانسنس هست. البته سنتر دیفندر توپو که قطع میکنه ممکنه مثلا یه ذره بیاد جلوتر و توپو پخش کنه، ولی نو نانسنس فقط توپو قطع میکنه و کار خاصی دیگه انجام نمیده. بال پلین بیشتر با توپ بازی میکنه و توپو پخش میکنه تو تیمتون و خب خیلی به درتون میخوره تو فوتبال مدرن، مثل گیگن پرسینگ که خیلی مهمه این قضیه.
خب با توجه به این توضیحات ما الان کناری بهترین حالت رو در اون قسمت، پورعلی گنجی هم همینطور. حالا شما دیگه اون سلیقه شماست دیگه، میتونین بازیکن‌ها رو با توجه به سلیقه‌ای که داریم مثلا خب جابجا کنیم. یکی میگه من پورعلی گنجی نمیخوام تو ترکیبم باشه، مثلا میخوام گبلسیانی تو ترکیب اصلیم باشه یا هنانوف باشه یا هر کسی دیگه اون برمیگرده به سلیقه خود شما که چجوری میخواین ترکیبتون رو بچین. برای حالا پست‌های دیگه هم حالا شروع میکنیم. مثلا برای هافک دفاعی اومده با توجه به این چیزا 3 گزینه رو توی یه سطح بهمون پیشنهاد داده: میلاد سرلک، سروش رفیعی و مسعود ریگی. خب میلاد سرلک خب میدونیم که داره از تیممون جدا میشه برای 6 ماه آینده. البته میتونیم به عنوان یه بازیکن ذخیره یا بازیکنی که حالا تو ترکیب اولیه نیست و در طول فصل ممکنه به خاطر معصومیت‌ها نیاز بهش بشه ازش استفاده کنیم. خیلی نیاز نیست که حالا روش فکر کنیم با توجه به این شرایط. البته دیگه اون با سلیقه خودتونه، این موقع میگین نه بازیکن خوبیه مثلا من به جای اینکه بزنمشون که ازش استفاده میکنم. ولی با توجه به این شرایط که الان هست، ما الان پستی که اینجا انتخاب شده دیپ لاینگ پلی میکره، بازیکنی که از عمق بازی سازی میکنه. پس یه بازیکنی باید باشه با توجه به این پستی که انتخاب، که البته باز دارم تاکید میکنم شما خودتون میتونین اینا رو تغییر بدین با توجه به چیزی که میخواین. یکی میگه نه من میخوام مثلا انکر باشه و کاملا فقط یه حالت جلوی دفاع رو ببنده، توپا رو قطع کنه و کار اینجوری انجام بده. یا بال وینینگ میدفیلد برم یه چیزی تو مایه‌های همونه، ولی خب ممکنه باز یه ذره ساپورت انجام بده و توپو بازی مقدار پخش بکنه. دیفنسیو میدفیلدرم یه چیز ثابته و کلاسیکشه که باز این تقریبا همچیکار میکنه، میاد بین دفاعاتون بعضی موقع قرار میگیره و توپ ازش میگیره. بال وینینگ بیشتر جلوی دفاع قرار میگیره. انکرم که میبینین توی تصویر سمت چپ اگه ببینین جلوی دفاع با دفاع شیفت میشه و حرکت میکنه. هافک خب خیلی حالت قدیمی تره. این خب قبلا خودمون هم تو فارسی مثلا میگیم هافک، به خاطر از اینجا میاد که موقعی شما مثلا تو حالت حمله که قرار میگیرین میاد تو پخش کنتون میشه و توپو پخش میکنه تو کل زمین براتون. رجیستا هم که حالت همون یارگیر بیشتر داره، دفع کننده توپا رو داره، جنگای وسط زمین رو انجام میده. رومینگ پلی میکرم بازی سازیه که تو کل زمین میچرخه، در طول زمین میچرخه، جو برای خودش موقعیت ایجاد میکنه که پشت پاس بدن و توپو خودش پخش کنه، همونجوری تو تصویرم داریم میبینید. ولی با خود اینو تغییر نمیدیم. پیشنهادم بیشتر مخصوصا برای اوایل بازی که تا بازی آشنا بشین اینه که زیاد تو این استانداردهایی که خود بازی تعیین کرده تغییرات ایجاد نکنید تا یه ذره با بازی بیشتر آشنا بشین. بعد میتونین حالا به نظر من این کارو بکنین. کاری که من خودم انجام دادم به مرور زمان یه ذره باز با اینا بیشتر آشنا شدم و تونستم بهتر درک کنم. البته هنوزم باز خیلی جا داره که من بخوام یاد بگیرم چیزهای مختلفشو، ولی یه ذره باز آشنایی بیشتر شد چون به مرور زمان یاد گرفتم و فهمیدم که چه پستایی در چه موقعیتایی بهتره و چجوری انجام کار بگیریم ازشون بهتره. ما با همین دیپ پلی میکر بریم جلو. خب ببینیم که بس یه بازیکن باشه که هم خوب توپ بگیره برامون، همین که حالا اگه ایدئال هم توپ نمیگیره ولی بازی ساز و توپ پخش کنه خوبی باشه. که تو این بازیکن ها مثلا من خودم سروش رفیعی رو بیشتر قبول دارم. حالا میبینیم چرا. ببینید این بازیکن پاسینگش 13 و تکل کردن و توپ گیریش 11، تکنیکی که داره 12 و در کل امتیازهای خیلی بالایی داره. فقط یه ذره سر شاید مثلا قدش شاید مشکل باشه که باز حالا خیلی بد نیست، ولی خب خوبه، بد نیست، مشکلی نداره. حالا مثلا میلاد سرلک رو ما ذره نگاه کنیم، می‌بینیم پاسینگ این بازیکن هم خیلی خوبه، تکلش هم خیلی خوبه، تکنیکش هم خوبه، قد بلندی داره و می‌بینید سرعت، اجیلیتی یا همون نگاهش به بازی و هوشمندیش خوبه، پرشش هم خوبه، در کل بازیکن خوبیه. حالا بین این دوتا به نظرتون کدوم باید انتخاب بکنیم؟ مسعود ریگی هم حتی هست که خب میبینین دوتا چیز سبز داره: ورک ریت یا همون میزان کار کردنش در زمین، دوندگیش، حالا به فارسی خودمون بخوایم اینجوری بگیم مثلا دوندگی خوبی داره. بریوری یا شجاعتش برای اینکه توپا رو بگیره، بره مثلا
توی که موقعیت‌های خودش قرار بده تکلایی بزنه، کارایی بکنه که حتی ممکنه به مسئولیتش خلط بشه، ولی برای تیمش این کارا رو میکنه. و میبینی که توپ گیریش خیلی خوبه، 13 مارکینگ خیلی خوبی داره که این خیلی مهمه که مثلا به بازیکنی که میچسبه بازیکن مثلا به این راحتی از دست نده و ولش نکنه. حالا باید چیکار کنیم به نظرتون؟ با توجه به شرایطی که هست، ما الان مثلا اگه نگاه کنیم برای هافک وسط، ما چند تا گزینه داریم، یعنی دو تا باید گزینه اینجا پر بکنیم، یه دونه هم باید توی دفاع عقب‌ترش هافک پشتیش پر بکنیم. اگه ما بخوایم مسعود ریگی رو بذاریم، پاسینگش بد نیست، خوبه، 11 و ورک ریتش و مارکینگش و بلیوریش خیلی باله. پس این بازیکن برای همچین پستی خیلی ایدئاله. پاسینگ معقولی داره، خیلی خوب کار میکنه، بازیکن حریف رو ول نمیکنه که خیلی برای جلوی دفاع ما مهمه. پس ما ترجیحاً اینجا ببینیم با مسعود ریگی ادامه میدیم. برای پست‌های جلوترش که هافک‌های وسط هستن، خود بازی اومده برای سمت چپ سنتر میدفیلدر گذاشته یا همون هافک دفاعی کلاسیک، هافک وسط کلاسیک رو گذاشته که توپ میگیره، توپ پخش میکنه، به دفاع کمک میکنه جایی که نیاز باشه، یارگیری انجام میده و کارهای متفاوتی انجام میده. دیپلنگی که صحبت کردیم راجبش، یه دونه از باکس تو باکس که از دفاع و حمله در هر دو فاز بهتون کمک میکنه، یعنی برای موقعی دفاعی میاد عقب توپ جمع میکنه، کمکتون میکنه، توپو پخش میکنه همزمان. البته توپو پخش میکنه خیلی نه، ولی توپ گیری خیلی کمکتون میکنه. موقعی که حمله هم میشه میاد خودشو به باکس حریف میرسونه سریع. ادوانس پلی میکر هم که خب اسمش روشه، بازی ساز، بیشترین بازی ساز یا مغز متفکر تیمتون میتونه بشه که بیاد تو فواصل خودش قرار بده، توپ بگیره، پخش کنه و پاسای تو عمق بده و کارهای اینجوری انجام بده. بال وینینگ هم که توپ به دست میاره، همون کاری که قبلا توی دفنسیو بود. رومینگ هم که خب توضیحش رو دادیم. یه مزلا هست، ببخشید، میبینین توپ موقع که دست شما میاد باز میشه توی ترکیبتون، توی هافکاتون و فضا میده به بازیکناتون. میبینی الان اینجا توی این صحنه موقع که توپ دست حریف، توپو که گرفته شد سریع باز میشه توی زمین و میاد به عنوان مثلا یار کمکی بازیکنایی که توپ نزدیکشونه و دستشون میرسه بهشون کمک میکنه که توپو پخش کنن و کارهای مختلف انجام بده. یه دونه دیگه هم از کاریلرو که خیلی خودشون توی پاس دادن و کارهای اینجوری زیاد درگیر نمیکنه، بیشتر همون وسط زمین میچرخه تا با یه موقعیت خوبی به دست بیاره و یه جورایی شبیه باکس تو باکسه، میاد دفاع و حمله بهتون همزمان کمک میکنه. حالا ما با توجه پیش‌فرض میریم جلو، یه دونه سنتر میدفیلدر و یه دونه کاریلو. خب کاریلو رو که زیاد خودشو به جلو نمیاره، ببینید الان ما داره بیشتر میکنه سینا اسدبگی اگه باشه بهتره. با توجه به اینکه میلاد سرلک داره از تیمون جدا میشه و ببینیم سینا اسدبگی در چه وضعیتی. خب این امتیازهای خوبی داره، پاسینگ خوبی داره، دترمینیشنش خیلی بالا، خیلی خوب، این امتیاز خیلی بالا حساب میشه برامون. قد بلندی داره، قدرت سرزنی خوبی داره، پرش معقولی داره، استامینا یا اون مثلا انرژیش برای طول بازی که مثلا اگه خستگیش و اینا مثلا کمتر پیش بیاد که خیلی خسته بشه و نیاز بشه هر مثلا اگه استامیناتون پایین باشه چون مجبورین بازیکن رو خیلی سریع به سریع عوض بکنی و در تایم‌های کمتری ازشون استفاده بکنی. حالا با توجه به این وضعیت ببینیم تو اینجا چه جوریه. خب میایم مثلا سروش رفیعی رو میذاریم تو قسمت سنتر میدفیلدر و برای این قسمت هم از سینا اسدبگی استفاده کنیم. چرا سرلک رو نذاشتم؟ گفتم چون سرلک داره میره ما اسدبگی بازی بیشتری بدیم که همون رو راضی نگه داریم، همین که روش سرمایه‌گذاری بیشتر بکنیم، چون سینا اسدبگی هم 26 سالشه، سن معقولی داره و میشه ازش استفاده کرد در طولانی مدت. برای مهاجم اومده پستی که انتخاب کرده پرسینگ فوروارده، چون ما گیم پرسینگ داریم انجام میدیم. پرسینگ فوروارد بهترین گزینه است برای این شرایط که مهاجمی که روی دفاعهای حریف فشار میذاره و بهشون نزدیک میشه، سعی میکنه توپ ازشون بگیره و خب خیلی به درد کارمون میخوره. دیپ لاین فوروارد داره که توپ که بهش میرسه اگه بازیکنی نزدیکش باشه توپو بیشتر سعی میکنه پخش کنه بین بازیکن‌ها و اگه نیاز باشه خودشو به محوطه جریمه میاره و توپ قطع میکنه.
ادوانس فورواردم که وقتی توپ دستتون میاد سری میاد که سعی میکنه بره پشت مدافعین و رو خط آفساید حرکت میکنه. تارگت فوروارد بیشتر برای مهاجمایی که قد بلندی دارن و قدرت سرزنی بالا و قدرت بدنی بالایی دارن استفاده میشه. میاد حالا یا توپ میکاره برای مهاجماتون، یا خودش میاد مهاجم دیگه‌تون، یا خودش میاد مثلا برای سر زدن و کار اینجوری. پوچر هم که بازیکنی که وقتی توپ دستتون میاد میبینید سری میاد یه سری حرکاتی در بین دفاعها انجام میده، دفاعها رو سعی میکنه به هم بریزه و خودش رو پشت دفاع قرار بده و توپو بگیره و گل بزنه. کامپلیت فوروارد هم یه چیزی میکسیه بین دیپ لاین فوروارد، پوچر و تارگت فوروارد که حالا مثلا در مواقع مختلف میاد در شرایط مختلف استفاده میکنه. حالا ما چون میخوایم گیم پرس بازی کنیم بس این زیاد به کار ما نمیاد. هم پرنسینگ فوروارد ازش به ریکوست هم که حالت همون پخش کردن توپ با فوتبال ذره قدیمی تر بیشتر استفاده میکرد که میومد میزد خودش به دفاع، توپو میگرفت حرکت میکرد. و فالس ناین هم که خب مشخصه نوع کاذب که میاد مثلا فضا برای بازیکن‌ها دیگه ایجاد میکنه، میاد خودش مثلا وسط دفاع قرار میده، بازیکن‌ها رو به خودش میکشه و فضا برای دیاره مختلف ایجاد میکنه و اونا میتونن حرکت کنن و پاس بگیره. ما با هم پرسینگ فوروارد میریم جلو. خب الان گزینه بهترمون و قاعدتا منطقی‌ترمون همون شهاب زاهدی هستش که خب بازیکن بهتری هم هست، کیفیت بالاتری هم داره. برای فوروارداتون شما باید بیشتر رو سمت فینیشینگ، کامپوژر تمرکز داشته باشین و خب لانگ شاتش هم بد نیست اگه داشته باشه. هدینگش خیلی مهمه که بازیکن سرزنی باشه. ترجیح من خودم ترجیح خیلی زیادی میدم که بازیکن اکثرا 1.80 به بالا رو برای مهاجم انتخاب کنم که جامپینگ ریچ و پرش و هدینگ و ضربه سر زدن خوبی هم داشته باشن. خب این خیلی مهمه. حالا فینیشینگ که خب مشخصه تمام کنندگیشه. کامپوژر چیه؟ کامپوژر خونسردی بازیکنه، یعنی اگه توی موقعیتی قرار گرفت که مثلا موقعیت حساسیه دقایق آخر بازی یا داره تک به تک میشه با دروازه‌بان حریف، بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه و توپو از دست نده و نتونن خیلی راحت توپ ازش بگیرن. البته یه گزینه دیگه هم هست کانسنتریشن که تمرکز بازیکن نشون میده که باز اینم تو مایه‌های همون، ولی خب مثلا تمرکز تو شرایط بد، یعنی تیم عقبه مثلا بتونه تمرکزش رو حفظ کنه. این کامپوژر بیشتر برای موقعیتی که مثلا تک به تک به دست میاره یا مثلا پنالتی قراره بزنه، این خیلی نکات مهمیه، یا مثلا توپایی که براش ارسال میشه رو بتونه تو موقعیت خوبی قرار بگیره که البته این باز میاد سمت پوزیشنینگ و موقعیت جایگیری بازیکن. پوزیشنینگ هم خیلی مهمه برای مهاجم. در کل شایب زادی خب گزینه بهتریه. مهدی عبدی هم که داره از تیم جدا میشه یه ماه دیگه، اصلا نیازی به ترکیب گذاشتن توی ذخیره هم حتی نداره چون داره یه ماه دیگه از تیم جدا میشه. این برای شهاب زاهدی. برای وینگرامون ما برای وینگر چپ می‌بینیم به حالت اینساید فوروارد یا مهاجمی که به داخل میزنه گذاشته. ما یه اینورتد وینگر هم داریم که هافکیه که یا وینگریه که میره خیلی کناره ها ولی توپو با خودش میاره وسط و از کناره های خط این کارو انجام میده. این سایت فوروارد بیشتر به داخل خودش تمایل داره و بیشتر در وسط قرار داره تا بیشتر به سمت خط بره. بیشتر تو میگین توی تصویر هم دارین میبینید بیشتر وسط زمین و بین خطوط کار میکنه. وینگر ولی میره بیشتر به سمت کناره ها و نزدیک خط قرار میگیره و باعث میشه تیم حریف باز بشه. خب بازی الان اومده گذاشته روی وینگ، البته گزینه دیگه وینگر هم میبینید که داره. تارگت فوروارد کناره ها یا واید مثلا که مثلا توپ براش ارسال بشه، توپو بسابونه برای مهاجم دیگه و کار اینجوری انجام بده. با همون اینساید فوروارد بریم جلو که خود بازی انتخاب کرده. مهدی ترابی قاعدتا خب بازیکن بهتری نسبت به بقیه بازیکن‌ها تو این پست و خب قاعدتا اون انتخاب می‌کنیم. با سلیقه‌ایه، من خودم ترجیح میدم بین این بازیکن‌ها. تو بازیکنایی که الان داریم سعید صادقی قابلیت بهتری برای بازی کردن تو این پست داره. وضعیتش نگاه میکنیم کراسینگ خیلی خوبی داره، سانتر خیلی خوبی میتونه انجام بده. برای بقیه گزینه که نیاز داره نگاه، سرعتش خیلی مهمه. البته میبینید شتابگیریش خیلی بالا نیست ولی سرعت 14 خوبی داره، استامیناش هم بالاه ولی قدرت بدنی خیلی بالایی نداره و ممکنه مثلا با یه تنه توپ خیلی راحت ازش گرفته بشه. پرش خیلی خوبی نداره برای توپایی که از جناح مخالف میاد، خیلی پرش خوبی نداره، ضربه سر اصلا خوبی نداره، پنجه و دترمینیشنش هم خیلی پایینه. برای هافبک‌های کناریتون یعنی وینگرها منظورمه، سعی کنیم فلی رو خیلی در نظر بگیرین. این یه جورایی خلاقیت بازیکنتون
میشه گفت بهش که اون چقدر خلاقیت داره که مثلا چه حرکتهایی انجام بده، در چه فضاهایی خودش رو قرار بده و حرکت کنه. این خیلی نکته مهمیه. و همینطور هم آفتبال، یعنی تو موقعی توپ نداره، مثلا توپ در جناح مخالفه، داره اون بازیکن حرکت میکنه، بازیکن جناح مخالف که مثلا سعید صادقیه خودشو در چه موقعیتی قرار بده، همچنین پوزیشنینگ هم یه همچین حالتی داره. ولی آفتبال نوع حرکتش و حرکت مثلا با خط آفساید و چیزای مدلی هم در نظر گرفته میشه. در کل بد نیست، ولی داریم بقیه رو بررسی کنیم. خب عمری از اون ضعیفتره در کل، خب خیلی قوی نیست، مثلا هدینگش بهتره قاعدتا، ولی خب استامینای خیلی خوبی نداره، استرنجش هم خیلی بالا نیست، باز همینطور فینیشینگش 10، کامپوژرش هم 7. حالا سعید صادقی در چه وضعیتی ما اینو چک نکرده بودیم، فینیشینگش 11، کامپوژرش هم 11، کانسنتریشن خیلی بالاتری هم داره، پس بهتره گزینه بهتری هستش. زبیسکایی هم که میزنه مثلا 9، عمری 8، خیلی خوب نیست. آلیشاه چطور؟ خب آلیشاه میدونیم کاپیتان پرسپولیس و خب خیلی بازیکن مهمی میتونه باشه توی زمین و لیدر تیمه. در کل گزینه های خوبی داره، ولی میبینی هدزنی خوبی نداره، جامپینگ ریچش خوب نیست، استرنجش معمولیه، فینیشینگ و کامپوژرش هم زیاد خوب نیست. پس ما میریم بیشتر با همون سعید صادقی با توجه به این گزینه ها کار بکنیم، خیلی گزینه بهتری هستش. حالا میتونین اینجا هم دیگه خودتون دیگه اینا رو میبینین دیگه، بازیکن دیگه که اینجا دارین و شما میتونین اینجا بازیکن ذخیره‌تون رو بچینین. برای اینکه ببینین چند تا ذخیره میتونین داشته باشین برای بازی لیگ، شما میتونین برین تو گزینه هوم، لیگ تیبل رو بزنین، این قسمت بیاین تو قسمت رولز، اینجا نوشته سابستیتوشن رولز یا قوانین تعویض‌ها، میگه 5 تا تعویض میتونین انجام بدین توی 3 نوبت حد اکثر از 7 تا بازیکنی که میتونین روی نیمکت بزنین. پس ما باید الان توی وضعیت بیایم و 7 تا بازیکن میتونیم تا توی این قرار بدیم. معمولا برای لیگ هایی که 7 تا بازیکن ذخیره میتونین داشته باشین، من خب یه دونه که دروازه‌بان ذخیره باید داشته باشین قاعدتاً. شماره 7 من خودم اینجوری میشم، مثلا شماره 7 یه مهاجم ذخیره میذارم. خب اینجا چون یه مهاجم داریم، یه مهاجم ذخیره داشته باشین بهتره. برای شماره های 6 و 5 و 4 من 2 و 3 رو معمولا دفاع ها رو میذارم، سعی میکنم دفاع هایی رو داشته باشم که بتونن در 2 پست حداقل بازی کنن، یعنی هم دفاع وسط هم دفاع راست رو بتونن بازی کنن. مثلا تو این وضعیت الان علی نعمتی دفاع چپ و وسط رو میتونه بازی کنه، پس خیلی گزینه خوبیه علی نعمتی. همینطورم فرشاد فرجی، این بازیکن هم وسط و هم راست رو میتونه بازی کنه. درسته البته یه نکته هم هست، شما الان گورسیانی رو هم دارین که بیرون از ترکیب نشسته، هنانوف هم دارین. حالا هنانوف زیاد بازیکن اصلی حساب نمیشه، ولی شما گورسیانی بازیکن مهمیه براتون، میتونین دیگه اینجا با سلیقه خودتون مثلا بگین این بازیکن رو بذارم اون بازیکن رو نذارم، این دیگه میاد به سلیقه خود و نوع ترکیب چینی خودتون. من ترجیح هم بیشتر اینجوریه، حالا میتونم گورسیانی رو بفروشم و چون سنش هم بالایه ازش استفاده نکنم کلا. برای پست 4 من معمولا این کار میکنم، یه هافک وسطی که بتونه هر 3 تا پوزیشن رو بازی کنه، چون معمولا زیاد مغز تیمتون یا مرکز تیمتون رو سعی کنین عوض نکنین در طول بازی، چون این کارو اگه بکنید خب تیمتون به هم میریزه یه ذره. الان با توجه به گزینه‌ای که داریم، من خب میلاد سرلک چون 6 ماه دیگه باش هست با ما، پس من ازش میتونم استفاده کنم، میذارمشون این که 5 و 6 هم. حالا 7 مثلا ما الان باید یه مهاجم بذاریم که تو مهاجمایی که رو نیمکت داریم، عبدی که داره میره باش کاری نداریم، مثلا حاجی زاده هست که بازیکن جوونه که هم هافک چپ و راست میتونه بازی کنه هم مهاجم، پس خیلی بازیکن خوبی و درد ما میخوره. پس ما میریم این اضافه میکنیم. برای دو تا گزینه دیگه میایم از امیری و عالی شاه استفاده میکنیم. چرا؟ چون اینا در هافکای کنار میتونن بازی کنن و خب تجربه بالایی هم دارن و لیدرای تیم هستن و خیلی به کارمون میاد در طول بازی. حالا اینجا الان فعلا ما دروازه‌بان ذخیره نیاوردیم که اینو میتونیم چیکار کنیم. حالا اینا بازیکنان که اضافه موندن و تو ترکیب تو ذخیره‌مون نمیتونیم بهشون استفاده کنیم. یه نکته ای هست، من اینو بگم و این قسمت رو ببندیم و بقیه توضیحات و تیم جوان اینا رو بعد میذارم بیشتر تو قسمت‌های بعدی. یه نکته فقط میخوام از تیم جوانم بگم. تو این دیولپمنت سنتر، امروز کلا همه کلمه‌ها رو گم کردم. توی دیولپمنت سنتر ما
چند تا گزینه داریم که می‌بینین اوورویو تیم جوانانتون و تیم‌های بازیکن‌های پایه‌تون هستش که کلا نشون میده و این سه چیزا بهتون توضیحات بهتون میده که این بازیکن‌هایی که اینجا هستن تو این تیم جوانانتون، تو تیم‌های جوانانتون در واقع دارن بازی میکنن، بهتون میگه که این بازیکن‌ها میتونن بازیکن‌هایی باشن که تو تیم اول ازشون استفاده کنین. مربیاتون و این مربی جوانانتون و مدیر باشگاه جوانانتون بهتون پیشنهادهایی میکنن. شما دیگه اون بسیب ذائقه خودتون حساب بازیکن‌ها، سلیقتون و چیزی که نیاز دارین میتونین نگاه کنین. که اینجا یه توضیحات میده. مثلا برای سالار حبوباتی اومده یه توضیحی داده. مثلا گفته سالار حبوباتی میتونه بازیکن با کیفیت تری باشه از امید آلیشا. ببینید میگه میتونه باشه، نه که قطعا. یعنی شما اینو در نظر بگیرید، این ستاره ها و پتانسیلی که بازیکن ها دارن به شرایط خیلی زیادی بستگی داره. میزانی که بازی میکنن، شرایط روحی روانیشون، شرایط خود تیمی که باش دارن کار میکنن و چیزهای مختلف. پس این خیلی نکته مهمیه که اینو در نظر بگیرید. اگه اینجا داره به شما میگه که این بازیکن میتونه از امید آلیشا بهتر باشه، این 100% نیست این گزینه، یعنی قطعی نیست این قضیه. پس این خیلی در نظر بگیرین و نمیشه همیشه گفت یه بازیکن اگه بازیکن خیلی قوی باشه، مثلا در جوانان منظورم در تیم‌های پایه، قطعا قراره بازیکن خیلی بزرگ باشه مثل فیفا و یا پس نیست که به صورت کلی بتونن یه رنجی بهتون تعیین میکنه و اگه شما از اون بازیکن استفاده کنین قطعا به اون پتانسیلش میرسه. نه، اصلا اینجوری نیست توی فوتبال منیجر و شما باید خیلی عوامل مختلفی در نظر بگیرین. روحیات بازیکن، کسایی که داره که در کنارشون بازی میکنه، وضعیت خود تیم. مثلا این موقعی که بازیکن نیاز داره تجربه کسب کنه بعد حتما بفرستینش قرضی. اینجوری نیست که شما اگه رو نیمکت یا بیرون از ترکیب اصلی بذارینش این بازیکن همچنان پیشرفتشو میکنه. نه، رویش رو از دست میده، پیشرفت نمیکنه، مصدوم ممکنه بشه، اصلا کلا افت بکنه و از بازیش به هم بریزه. پس اینا رو در نظر داشته باشید. تیم بی تون هست الان، مثلا برای تیم مثل پرسپولیس، تیم بیش یا پرسپولیس نوین در لیگ های پایینتر داره بازی میکنه. حالا این چجوری میشه بفهمیم؟ خب من چون قبلا چک کردم بهتون گفتم، ولی ما مثلا نمیدونیم این وضعیت در تیم های مختلف چجوریه. چیکار میتونیم بکنیم؟ میایم مثلا توی دیولپمنت سنتر، میایم تو قسمت کامپیتیشن، در لیگ هایی که داره بازی میکنه. کجا؟ در دسته سوم ایران داره بازی میکنه، در گروه سی، که میگه در تاریخ 19/8/2023، یعنی حدودا یک ماه دیگه این بازی ها قراره شروع بشه. برای زیر 21 سال چطور؟ میگه که برای لیگ زیر 21 سالهای توی لیگ زیر 21 سالهای ایران در گروه یک داره بازی میکنه. حالا شما اگه اینجا روش کلیک بکنید بهتون نشون میده چه تیم‌هایی تو این لیگ هستن، که میبینید آلمینو زیر 21، بیشتر تیم‌های لیگ برتری هستن که زیر 21 سال دارن، نه همشون هستن. برای مثلا این تیم پرسپولیس میبینید اینجا میسته پرسپولیس نوین تهران، برای لیگ دسته 3 گروه سی گفته بود. الان لیگ دسته 3 ایرانه که تیم‌های مختلف هستن. مثلا این ابو مسلم هست دیگه، تا تیمایی که خیلی معروف باشن. ماشین سازی تبریز هست. این رخش خودرو هم مال تراکتور، تیم دوم تراکتور هستش که اینجا داره بازی میکنه دیگه. با تیمایی که خیلی معروف باشن، ایران جوان، پرسپولیس شمال، اتفاقا زیاد بازی تیم معروفی نیست. سردار بوکان مثلا هست، تیمای معروف. باز دیگه نفت تهران اینجا هست، پرسپولیس نوین که میبینید اینجا هست، بهمون نشون میده. صنعت نفت نوین هست، تیم دوم صنعت نفت. و تیم‌های مختلف هستن که توی این مسابقات دارن بازی میکنن. این تیم‌ها میتونن بیان بالا. البته تیم‌هایی که تیم دوم یه باشگاهی هستن مثل تیم ما که پرسپولیس نوین هستش، موقعی که حتی اگه به دسته یک لیگ آزادگان برسه و حتی جواز حضور توی لیگ برتر رو به دست بیاره، ولی چون تیم اصلیش توی لیگ برتر داره بازی میکنه اجازه ورود به لیگ برتر رو نداره. پس این نکات مهمه در نظر داشته باشید. میتونید اینجا اسکوادش رو ببینید در چه وضعیتی هستش، که مثلا چه بازیکنایی توی تیم دومتون دارن بازی میکنن، در چه وضعیتی هستن. این احمد گوهری که اینجا زده مثلا توی قرضی داره الان کجا بازی میکنه؟ تو آلومینیوم عراق داره بازی میکنه. بقیه بازیکن‌ها رو اینجا بهتون گذاشته، پتانسیلی که میتونن داشته باشن، میزان حقوقشون مثل تیم اصلی. شما مثلا اگه تیم دومتون خیلی خرج داره برمی‌داره و وضعیت مالیتون خوب نیست، میتونید یه سری بازیکنی که ازشون استفاده نمی‌کنید و میتونن پتانسیل خوبی داشته باشن مثل سالار حبوباتی یا مثلا تارتار یا بازیکن‌های دیگر رو شما بفرستین قرضی جای دیگه، هم تجربه کسب می‌کنن هم حقوقش رو از خودتون
یعنی خودتون راحت میکنید از اون حقوق که این حجم زیادی از پول ازتون میگیره. مثلا خب این حقوقای کمی نیست، 16000 تایی که داره مثلا اینجا میده. البته این توی قرضیه، ولی مثلا 14000 خورده ای که زده برای رفیعی حقوق بالاییه. ولی مثلا ما الان یه دروازه‌بان دوم نیاز داریم. اینجا دیگه مثلا میتونی خودتون نگاه کنید. مثلا من خودم کاری که معمولا میکنم، یه دروازه‌بانی که سنش کمتره رو میفرستم قرضی، مثل عرفان نجاری میفرستم قرضی که یه تیم دیگه تجربه کسب کنه برگرده. از بین این دوتا یکیشو میفرستم برای ترکیب اصلی، مثلا امیررضا رفیعی که الان تو تیم پرسپولیس داره کار میکنه. ببین راست کلیک کردم، اینو یارم توضیح بدم. راست کلیک میکنین اسکواد موو، میتونین جابجا بکنین بین ترکیبای مختلف تیم‌های مختلفتون. من فرستادمش تو تیم برتر، تیم اصلی. و حالا بازیکن دیگه رو میتونین قرض بدیم به جای دیگه که اونم تو قسمت بعدی بهتون توضیح میدم که داستانش چجوریه. الان اومده اینجا اضافه شده امیررضا رفیعی و من اینو مثلا میذارم توی دروازه‌بان ذخیره و از بعد به عنوان دروازه‌بان ذخیره ازش قرار استفاده بکنم. خب این توضیحات کلی بود راجع به تاکتیک. البته اینجا هم بهتون نشون ندادم، اینو من یادم رفت تو اینم بهتون بگم. این وضعیت بازیتون رو بهتون نشون میده چه جوری بازی میکنین وقتی توپ دستتونه. بازیکناتون اینو میتونید خودتون تغییر بدین هر جوری که دلتون میخواد. میتونید بازیکناتون بیشتر باز باشن یا مثلا خیلی پوزیشنای نزدیک به هم داشته باشن، فضای کمی بدن. دیگه این واسه به چیز خودتون داره، ترکیبی خودتون میخواین بچینین و نوع سیستمی که میخواین بازی کنید. البته پیشنهاد خود گیگن پرسینگ به این صورته و ترجیحاً اوایل سعی کنید از همین چیزا استفاده کنید و تغییراتی زیاد توش ایجاد نکنید. ولی توضیحات من بهتون میدم. نوع بازی سازیتون رو اینجا میتونید مشخص کنید. پاس تو عمق داده بشه که الان تیک زده اینجا مثلا، یا میتونید اورلپ های راست و چپ رو تعیین بکنید. آندرلپ های داخل، یعنی به سمت داخل تو عمق پاس بدن. مثلا وقتی شما آندرلپ رو انتخاب میکنین میبینید مثلا من آندرلپ چپ رو انتخاب کردم، اورلپ چپ دیگه بسته میشه، این کارو نمیکنه. ولی اگه اینو انتخاب کنم به آندرلپ رایت من کاری نداره. حالا ما کلا نمیخوایم تغییر بدیم، یا مثلا به سمت تا مرکز زمین بازی سازی انجام. از اینجا مثلا تو بیاد و من میخوام مثلا تو اون کار کنم، نمیخوام رو وینگرام برم مثلا زیاد تو این قسمت ها انجام بدم. دیگه این تصمیمات خودتونه، میتونید تغییرش بدین. نوع پاس دادن بازیکناتون میبینید تمپوی خیلی بالای آخرین تمپویی که امکانش هست با سرعت خیلی بالا توپو جابجا بکنن. نوع پاسی که میدن مثلا الان رو وسط گذاشته تقریبا پاسای کوتاه به هم دیگه میدن. اگه نمیبری بیارین کوتاه‌تر میشه و باز کوتاه‌تر، پاسای خیلی کوتاه کوچیک میره جلو. یا میتونین به این سمت بیاین یه مقدار پاسای بلندتر یا پاس کاملا بلندتر. خب ما با هم اصلیش میریم. این وقت تلف کردنه. مثلا اگه تیمتون جلوه و میخواین توپو نگه دارین، توپ دست حریف نره، میتونید تایم ویستینگ استفاده کنین که یا بعضی موقع بزنین یا بیشتر مواقع بزنین که دیگه دست خودتونه. این برای اون نیمه تهاجمی تیمتون هستش تو محوطه جریمه و قبل از محوطه جریمه هست که میتونید تعیین کنین که بازیکنتون چه کاری انجام بدن وقتی به اون نقطه رسیدن. میتونین بزنین ارلی کراس یا سانترای زود از جلوتر، از قبل از اینکه به محوطه جریمه برسه انجام بدن. میتونین شوت آن سایت یا شوت از پشت محوطه جریمه رو انتخاب بکنین که اگه شما اینو انتخاب بکنین سانترای کنارا و شوت با هم بعد میتونین انتخابشون بکنین. ولی مثلا اگه اینا رو انتخاب نکنین، اگه ورک بال اینتو باکس رو انتخاب بکنین، این گزینه دیگه براتون بسته میشه. چرا؟ چون شما اگه ورک بال اینتو باکس رو انتخاب بکنین، بازیکناتون میان توپو میرسونن به محوطه جریمه و اونجا دنبال فضا میگردن و سعی میکنن با هم دیگه کار ترکیبی انجام بدن و توپو بد شوت بزنن. یعنی هر موقع که توپ دستشون میاد پشت محوطه شوت نزنن. خود بازی فعلا باید همینجوری انتخابش کرده بدون هیچ پیش‌فرضی، یعنی هر مدلی که شد انجام بدن. پس ما هم تغییرش نمیدیم. برای سانتراتون هم اینجا میتونید تعیین کنید که به صورت میکس باشه، یعنی به صورت خاصی نباشه، فقط سانترای بلند، فقط سانترای کوتاه یا مدلی نباشه. میتونید دیگه خودتون باز اینجا تغییر بدین. فلوتد سانترایی که مثلا با ارتفاع خیلی بالایی میاد و توپ میاد بالای سر بازیکن با شدت کمتر. ویت کراس حالت حالا معنیش میشه شلاقی یا با سرعت و شدت زیاد که به سمت داخل ارسال میشه، کوتاه نیست، رو زمین نیست. لاکراسس رو زمینه. این دیگه پلی فور ست پیسز، یعنی بازیکن سعی میکنن که مثلا یا خطا بگیرن یا کورنر بگیرن و سعی کنن توپو ببرن به گوشه ها و این مدلی مثلا سعی میکنن موقعیت برای خودشون ایجاد کنن. دریبلینگشون رو میتونید مشخص کنید که دریبل کمتری بزنن یا
با دریبل زدن از بین دفاع رد بشن. رانت دیفنس هستش. و برای اینکه فضا برای خودشون ایجاد کنن میتونید تعیین بکنید که آقا مثلا خیلی دیگه مثلا خودت اگه به اون بازیکن دارین اعلام میکنین اگه اکسپرسیو رو بزنین که اون بازیکن خودش تصمیم بگیره در چه فضاهایی بره یا نه دیسیپلین داشته باشه و با توجه به توضیحاتی که بهش دادین و رولی که بهش دادین اون کارا رو انجام بده. یعنی فقط با توجه به اون تعریفی که ازش شده، مثلا اگه به بازیکن گفتیم بین خطوط دفاعی و هافک حریف بره پوزیشن جا بگیره، این بازیکن فقط میره تو همون نقاط و جای دیگر رو نمیره. ولی اگه تو اکسپرسیو بذاریم بازیکن ممکنه حتی بیاد تو کنارها بیاد خودش جا بده و با توپ بگیره. این دیگه بستگی به نوع فلسفه بازی شما داره. ترانزیشن موقعی که یا توپو از دست میدین یا توپو از حریف پس میگیرین چه اتفاقی بیفته. وقتی میگه شما وقتی توپو از دست میدین، میگه با توجه به این گگن پرسی میگه کانتر پرس انجام میده، سریعا میاد فشار رو میذاره رو تیم حریف و توپ باز پسگیری توپو میخواد انجام بده. یا ریگروپ چیکار میکنه؟ میبینی که پلش هم مشخص کرده، سریعا تیمو به سمت دفاع میکشونه و سریعا تیم برمیگرده از حالت تهاجمی میاد به دفاع که بیاد فضاها رو ببنده و نذاره تیم حریف به دروازه برسه. و با توجه به پیش‌فرض ما رو کانتر پرس میریم. اینجا میگه وقتی توپو به دست آوردین، وقتی توپ به دست اومد باید چیکار کنیم؟ کانتر یعنی ضد حمله بزنیم به تیم حریف، سریع میرین تو فاز ضد حمله. ولی هولد شیپ همونجوری که مشخصه شما بازیکناتون هیجانی تصمیم نمیگیرن و خیلی سریع جلو نمیرن، سعی میکنن هم پوزیشنی که هستن رو بگیرن و توپو بین خودشون پخش کنن و بعد برن جلو. برای این بازی که ما انتخاب کردیم خب این گزینه خوبی نیست و همون کانتر بهترین موقعیت. وقتی دروازه‌بان حریف دروازه‌بان شما توپو به دست میاره چی میشه؟ مثلا شوت زدن، دروازه‌بان جمع کرده یا توپ رسیده به دروازه‌بان یا حالا هر چیزی. اینجا میتونید شما انتخاب بکنین که سریعا توپو پاس بده و توپو مثلا دور بکنه یا بازی رو شروع بکنه سریع، مثلا با دفاعها شروع بکنه یا بده به جلو به مهاجما پاس بده، به کنارها یا هر چی. یا میتونه استاپ ایستم، یعنی که سرعت بازی رو بگیره، یعنی توپو نگه داره چند ثانیه تو دست خودش بذاره بازیکن‌ها سر جاهاشون قرار بگیرن بعد بازی رو شروع بکنه. حالا ما اینجا پیش‌فرض نداریم بس همون دست نمیزنیم. اینجا شما میگه که وقتی دروازه‌بان توپو گرفت، اینو کلا قسمت مربوط به دروازه‌بانه، وقتی دروازه‌بان توپو گرفت حالا اگه خواست شروع بکنه باید چیکار بکنه؟ بهش پیشنهاد داده که بره و با دفاعهای وسط کار کنه. البته شما میبینید که این دوتا هنوز خاموشن و قرمز نشدن. چرا؟ شما میتونین که حتی این دوتا گزینه رو هم فعال بکنین، یعنی یا با دفاعهای وسطتون فعال کار کنه یا با دفاع وسط یا با دفاع کنار. با توجه به خالی بودن بازیکن‌ها میتونید حتی دفاع وسط رو خاموش کنید، فقط بگین با دفاع کنارم بازی کن. این دیگه پیش‌فرض اون چیزی که خودتون می‌خواید و نوع بازی کردنش. یعنی چی؟ یعنی توپو رو زمین مثلا با دست قل بده یا بلند پرتاب کنه یا با ضربه پای کوتاه پاس بده به بازیکن که میخواد یا با ضربه بلند این کار رو انجام بده. با توجه به خب نزدیک دفاع بهش ما نیاز نداریم که لانگ کیکو بزنیم که توپای بلند بزنه. خب اصلا منطقی در ناخودآگاه خودش هم خاموش میشه اصلا این گزینه. یا باید رولیت اوت انتخاب کنین یا شورت کیکو که پیش‌فرض همون شورت کیکه. اوت اف پوزیشن هم ما که توپو از دست دادین و توپ دست حریفه داره بازی میکنه بچه وضعیتی داشته باشین. میبینید خط دفاعیتون رو آورده تو این حالت قرار داده که میبینید نمیشه های پرس، با فشار پرس بسیار زیاد و بالایی بازی میکنین که الان مثلا این آخرین نقطه‌ای که میتونید تیم بره، دیوار از این جا نداره. و خط دفاعیتون هم خط دفاعی نیست که عقب بیاد قرار بگیره، اینجوری خط دفاعیه که میاد و نزدیک خط میانه خودشو قرار میده. خب این یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. الان رو هایر که گذاشته نزدیک خط وسطه، شما یه لول دیگه جا دارین که بیارین ماچ هایرش کنین و بذارین کاملا چسبیده به خط وسط. وقتی شما کاملا به خط وسط بچسبونین یه بدی داره که شما ممکنه توپ به پشت دفاعتون بره و دفاعتون با مهاجمای با دروازه‌تون تک به تک بشن، پس خیلی خطرناکه. ترجیحاً اینجا که خود بازی هم گذاشته بود بهتره و میبینید حالت قرار گرفتن. اگه شما اینو باز کنین میبینید هافبکاتون و مهاجماتون توی پوزیشن قرار میگیرن که اینجا فضا خب باز میشه برای این بازی. خب این سبک بازی خوب نیست. تو این حالت هایر میبینید فاصله بین بازیکناتون کمه و میتونن سریع روی بازیکن حریف پرس بذارن. اینجا هم که زده دروازه‌بان حریف رو تحت فشار قرار بدن که سریع تو پس بگیرن. میزان پرسی که انجام میدن که بیشتر مواقع هستش
تکل کردن و مثلا توپ گیریشون که میتونین استیان فیت یا مثلا با تنه زدن و اینا توپ بگیرین یا تکل بزنین، گت استاکینه. دفنسیو لاینتون استپ اپ مور گذاشته شده، یعنی که وقتی مثلا تیم حریف توپو به دست آورد، مثلا جلوی دفاع اومد توپ گرفته، بین هافبکاتون توپ میگیره، دفاعتون میاد سری خودشون میرسه به اونجا سری توپو میگیره. یا دراپ اف مور که سعی میکنه عقب بمونه و خیلی خودشو چیز نکنه، مگه مواقعی که فکر میکنه مثلا میتونه توپو بگیره، که این باعث میشه خب یه فضایی ایجاد بشه، پرس ممکنه بزنن روی دفاعتون. پرسینگ ترپ، شما میتونید ترپ اینساید کنین یا ترپ اوتساید. حالا یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی میخواین پرس بزنین رو تیم حریف، پرس رو به سمتی بذارین که توپ بیاد به مرکز زمین قرار بگیره، تو مرکز زمین بره و توپ بیرون به کناره ها نره. یا میتونین بزنین که توپو یه جوری پرس کنین که توپو به کناره ها ببرن. دیگه اون نوع بازیتون. البته اینجا خودش هیچ انتخاب نکرده واسه ما دست نمیزنیم. و کراس انگیجمنت، نحوه برخورد شما با سانتراست. میتونین یا بذارین که سانت بکنن که میشه اینوایت کراسس، یا استاپ کراسس، یعنی جلوی سانت کشیدن رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی دفاع کنارتون سری میرن روی اون بازیکن پرس میذارن و سعی میکنن بگیرنش که اون بازیکن سانتری انجام نده. مثلا اگه اینجا من استاپ کراسس رو بذارین اینجا میذارم روی اینجا کنین، یه چیزی بهتون بگم. اینتنسیتی بازی یا میزان شدت یا فشاری که به بازیکنتون وارد میشه رو بهتون نشون میده. هرچی بالاتر باشه احتمال مصدومیت بالاتره و احتمال کارت گرفتن و اخراج شدن بازیکنتون میره بالاتر. شما اگه مثلا اینجا گت استاکینگ یا تک زدنتون ببرین بالا، میبینید اینتنسیتی تیم میره بالا. یعنی چی؟ یعنی فشاری که به بازیکنتون میاد میره بالاتر و احتمال مصدومیت و اخراج و کارت زرد بازیکنتون خیلی میره بالا. پس این کارو زیاد پیشنهاد نمیکنم، خیلی خوب نیست. خب اینم از این. اینجا هم یه گزینه داره به نام فامیلیاریتی، یعنی آشنایی بازیکناتون با این سیستمی که شما براشون چیدین، که میبینین آشنایی خیلی بالایی نیست الان در حال حاضر، چون بازیکن‌ها هنوز آشنا نشدن، هنوز جلسه تمرینی برگزار نکردن، شما تازه براشون تعیین کردین که چه وضعیتیه. اینجا نوشته شو تاکتیکال فامیلیاریتی، یعنی بازیکن‌ها رو بهتون نشون میده چقدر آشنایی دارن. الان تو این ترکیب ما از همه بهتر سروش رفیعی آشنایی داره. چرا؟ چون قبلا قطعا جای دیگه با مربی دیگه کار کرده که تو همچین سیستمی بازی کرده، ولی مثلا مسعود ریگی همچین بازیای زیاد انجام نداده، یا احمدی همینطور. پس اینا البته تغییر میکنه به مرور زمان، با بازی کردنهای زیاد، با تمرینای بهتر و مثلا بردهایی که به دست میاریم، بازیکن‌ها بهتر میشه وضعیتشون و پیشرفت بیشتر میکنه. یه آنالیز هم داره که بهتون نشون میده که آقا در نقاط مختلف زمین چه نقاطی وضعیت خوبه و مثلا پوشش خوب دارین یا چیزای مختلف دارین، یا نقاطی ضعف دارین. مثلا تو این نقطه الان شما کلیک میکنین، تاثیرگذاری بازیکن‌های مختلف نشون میده. میگه الان تو این بیا خب بین مثلا شهاب زاهدی، ترابی، صادقی، سروش رفیعی و سینا اسدبگی هست که این قسمت قرار گرفته، درسته؟ اینجا الان چه کسی تاثیر گذاشتن میذارن تو این نقطه؟ شهاب زاهدی تاثیر متوسطی داره، سروش رفیعی کمه، سینا اسدبگی هم کمه. یعنی اینجا مثلا حالتی که خیلی پوشش خوبی داده نشده. اینجا هم که خب خود شهاب زاهدی که بیشترین فشار میاره، اینجا مثلا سینا اسدبگی فشار بیشتری داره، اینجا سروش رفیعی. اینا چیزایی که میتونه از بازیتون به دست بیارین ببینید چه خبره وضعیتتون. نکات دیگه، پنالتی هستش که میتونید با پنالتی زنتون مشخص کنید اینجا پنالتی، قدرت پنالتی زنتون که الان خودش پیش‌فرض باشه گبلسیانی، زاهدی و کنعانی، که با توجه به لیست بازیکن‌ها و پنالتی زدنشون اینا چیده. یه کامپوژر هم شما در نظر بگیرید، میزان خونسردی بازیکن برای پنالتی زدن برای مهاجما که گفته بودم، این نکته مهمیه که شما این کامپوژرشون هم در نظر بگیرید. اگه بازیکن پنالتی زن خوبی باشه ولی تو تحت فشار، ما که بازی عقب میگیره، به یه گل نیاز داریم با پنالتی، مثلا می‌خوایم گل بزنیم، اگه این بازیکن خونسردیش نتونه حفظ کنه، ممکنه پنالتی رو از دست بده. در کنار پنالتی بعد کامپوژر هم در نظر بگیرید و برای اینکه اضافه بکنین یا کم بکنین، برای کم کردن شما منفی رو میزنین اینجا پاکش میکنین، برای اضافه کردن مثلا اینجا مهدی ترابی رو من میکشم میارم اینجا و اینجا قرارش میدم. این کم و زیاد کردنشه. و اینجا سه تا گزینه داره، میگه که بازی اگه مثلا یه بازیکنی تو بازی بجز این بازیکنایی که پنالتی زنت هستن 2 تا گل زده تو بازی، بذارین که پنالتی رو بزنه که مثلا هتریک کنه، میتونین خودتون بذارید. یا میتونین اینو بزنین که مثلا بازیکن اگه پنالتی رو زده قبل از این دومین پنالتی دوباره همین بازیکن نزنه، میتونین این کارو بکنید.
یا اینکه مثلا میتونین این گزینه رو فعال کنین که اگه یه بازیکن اومد و پنالتی اول زد و پنالتی تن دست و دوباره پنالتی گرفتین، پنالتی رو عوض میکنه و اون بازیکن اول که دستش داده رو دیگه بهش پنالتی نمیده. من خودم معمولا این دوتا کار رو انجام میدم. کاپیتانتون هم که مشخصه اینجا امید آلیشا و عید امیری. لیدرشپشون رو نگاه کنین، مهمه. البته در کنار این باید ببینید توی داینامیک و هیرارچی که بهتون نشون دادم تو قسمت قبل، ببینید که در کجای اون هرم قرار گرفتن و چقدر تاثیر داره. خیلی مهمه در کاپیتانه که انجام. و اگر شما کاپیتان یا کاپیتان دومتون یه دفعه تغییرش بدین، خیلی تو روحیه تیم و تو روحیه اون بازیکن خیلی تاثیر منفی میذاره و خیلی مهمه این قضیه. یه ست پیسز هم هست که اینا خیلی سریع بگم، خیلی چیز خاصی نداره، سریع بهتون بگم. ضربات ایستگاهیتون خیلی مهمه، ولی خب میتونید خیلی سریع انجامش بدین. شما اینجا میایید نحوه بازیتون رو انتخاب میکنید. استاف پرفرنسز یعنی پیشنهاد مربیاتون هستش که به چه صورت باشه. خودم من معمولا خود اون پیشنهادا رو انجام میدم، با توجه به تیم بهتون پیشنهاد میدم واسه گزینه خوبیه قاعدتا. مثلا نحوه یارگیری رو من زدم که توی موقعی دفاع میکنین به صورت هیبریدی باشه، نه منطقه‌ای نه یارگیری مستقیم باشه. میگه توی یه دونه از تیراتون یه دفاع بزنین توی به سمت کورنر هستش و مثلا میگه یا میتونین دوتاشو بزنین یا اصلا کسی رو نذارین. برای موقعی که دارین دفاع میکنین بازیکناتون به چه حالت چیده بشن که مثلا موقعی دارن کورنر زده میشه یه دو تا بازیکن جلو بیرون مواد باشن که آماده باشن برای حمله، یا کانتر اتاک 3 تا بازیکن رو میذاره که بیشتر میکنن یا فقط دفاع کنن. ما اونو میریم فار پاس برای تیر دورتر کورنر رو کشیده بشه. موقعی که دارین حمله کورنری که برای شماست میخواین حمله کنین چجوری باشه، خیلی یا میتونین خیلی بالا بزنید تیمتون رو و حمله بیشتری بکنین، تعداد بیشتری تو محوطه باشن، یا حالت کم تو محوطه باشن بیشتر پشت محوطه، یا بالانس که خودش بالانس رو پیشنهاد میکنه و اینم به سمت بیرون کورنر کشیده بشه. اینو میزنین. بعضی که وارد این مرحله بعدی میشین، شما ست پیس تکتیک رو بذارید رو کوچینگ استاف، خودتون زیاد درگیر نکنید. البته من بعداً یه قسمت درست میکنم برای چینش مربی‌های، یعنی نحوه تاکتیک کورنر زدنتون راجعش صحبت میکنیم، ولی بیشتر پیشنهاد میکنم که بذارین خود مربیاتون این کار رو انجام بدن و از خودتون درگیر این موضوع نکنید. اینم از این قسمت دوستان. امیدوارم که دوست داشته باشین، نکات مهمی بهتون انتقال داده شده باشه، چیزای خوبی یاد گرفته باشین و به درتون بخوره. ما رو حتما حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لطفاً کامنت بذارین، اگه پیشنهادی نکته چیزی هست حتما برامون بنویسین، لایکمون کنین و خیلی ممنون، خیلی مخلصیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.